سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنون و دوستانی که اینجا تو استودیو هستن. امیدوارم که در واقع بتونیم چند ساعتی خدمتون هستیم مباحث مفیدی رو که به درد بخوره خدمتون عرض بکنیم. ما در این آکادمی جلسه گذشته اون معماری بحث رو گفتیم که چی میخوایم بگیم در این دوره و چه توقعی از همه دوستان داریم. گفتیم دو سطح از توانایی‌ها لازم، توانایی علمی، توانایی اجرایی و عملی. تو توانایی علمی هم 5 تا بخش رو جدا کردیم که سعی می‌کنیم که تو این جلسات این 5 تا بخش و اون بخش مهارت عملی رو در واقع مطرح بکنیم. اون 5 تا بخش اولش شناخت فضای عمومی بازار سرمایه، محیط عمومی که ما توش کار میکنیم، یه شناختی که به هر حال به کار بیاد و در موقع صحبت کردن ارتباط با مشتری در واقع به قدر ضرورت ما اون در مباحثی که لازمه رو بدونیم. اون بخش اول ما شناخت محیط عمومی بوده، بعد بخش دوم ما شناخت محصولات بوده، بخش سوم ما شناخت مشتریان بوده، بخش چهارم ما شناخت در نسخه نویسی یا پرسکریپشن یا IPS نویسی به تعبیر خود ما، و بخش پنجم ما هم یک در واقع درک کوتاه مدت یا به تعبیری توصیه‌های تاکتیکی در فروش. این 5 تا بخشیه که حوزه‌های بحث‌های تئوری، مهارت علمی رو در واقع تقسیم بندی شده به این ترتیب. بخش اجرایی هم خودش چندین بخش داره که آقای طحانی به موقعش خدمت شما میرسن و مباحث رو درس مطرح میکنن. جلسه امروز ما امیدواریم که بتونیم این بخش اول رو، اون بخشی که ضرورت داره و لازمه رو بگیم. مباحث خیلی مفصله. تو بخش اول محیط عمومی بازار سرمایه من فکر می‌کنم 6 تا موضوع رو گفتم که باید بدونیم که از اون 6 تا به تعبیر امروز یکی از اون 6 تا رو ما باز می‌کنیم. یکی از اون 6 تایی که فکر می‌کنیم خیلی در واقع مهم‌تره. اگه خاطرتون باشه ما راجع به بخش تو اولین پارت از در واقع صحبتمون یعنی شناخت محیط عمومی گفتیم ما باید فلسفه بازار سرمایه و انواع بازارها رو بدونیم، باید ارکان رو بشناسیم، باید نهادها رو بشناسیم، بعد باید عرضم بزرگتون که تعاریف رو بشناسیم، تعاریف اصلی رو بشناسیم، تعاریف مفاهیم اصلی رو بشناسیم، ساختار صندوق‌ها رو بشناسیم و محاسبات ضروری. این 6 تا رو تو قسمت اول محیط عمومی در واقع گفتیم که باید یاد داشته باشیم. حالا ما تو این 6 تا در واقع 3 تای آخر رو، یعنی بعضی از تعاریف، ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بعضی از محاسبات ضروری، این جلسه 4 ساعته ان شاءالله با هم مرور می‌کنیم. میگم مرور می‌کنیم چون ببینید اون 3 تا بخش اول رو ما یه جزوه خدمتتون میدیم و توی امتحانی که ان شاءالله دفعه بعد گرفته میشه اون تو امتحان این مباحث 3 تا مبحث بالا که ما نگفتیم هم هست، ولی فرض بر اینه که بخونید و در واقع نیاز به گفتن ما نیست. حالا اگر سوالی بود یا چیزی بود در واقع مباحث عمیق‌تر بود ما اونجا مطرح می‌کنیم، ولی 3 تا بخش پایین‌تر یعنی بعضی از تعاریف، ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری در ایران و محاسبات ضروری در سرمایه‌گذاری، این بخش رو ما مقدار بیشتر بازش می‌کنیم، فکر می‌کنیم که هم نیاز به گفتن بیشتری داره، هم به هر حال یک در واقع بخشیه که معمولاً ما در جلسات مشاوره بیشتر باش سر کار داریم و بیشتر از اون استفاده می‌کنیم. خب جلسه امروز هم اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم باز این 3 تا بخش رو ما چجور میگیم. ما امروز راجع به بخش صحبت‌های ما به این ترتیب پیش میره. موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم و انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم رو مطرح می‌کنیم. انواع صندوق‌ها از نظر دارایی پایه بخش دوم صحبت‌های امروز ماست. بخش دومش تعریف‌هاست، تعریف‌ها و اصطلاحات. بخش سومش انواع صندوق‌هاست. بخش چهارمش هم ارکان صندوق‌هاست و بخش پنجمش سبدگردانی. امروز این 5 تا مبحث رو، سبدگردانی و محاسبات ضروری، این 5 تا بخش رو امروز در واقع صحبت می‌کنیم. خانم آقای جلسه‌خوان 4 تا بخش اول رو ایشون در واقع صحبت خواهند کرد، یعنی سرمایه‌گذاری، انواع روش‌های سرمایه‌گذاری و متدهایی که وجود داره در
و فرقاشون، امتیازاتشون، در واقع امکاناتی که هر کدوم دارن، تعریف اصطلاحات در واقع انجام میشه توسطشون، انواع صندوق‌ها تعریف میشه، 10 نوع صندوقی که در ایران تعریف شده و 11 نوع استراتژی که وجود داره روشون تعریف میکنن و بخش آخرش هم راجع به ارکان صحبت میکنن و همه ارکان نظارتی، مجمع و اجرایی رو باز میکنن و از تجربه خودشون تو این زمینه میگن. منم در آخر راجع به سبدگردانی و محاسبات ضروری صحبت میکنم. این معماری صحبت امروز ماست. از بخش اولی که داریم صحبت میکنیم، سه آخر رو به این ترتیب ما باز کردیم که صحبت میکنیم. ببخشید من فقط گفتم که همه چیز باز بشه، همه چیزی که میخوایم صحبت میکنیم روشن بشه. مجدد سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر که سلام عرض کردم، دوستانی که آنلاین در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون از وقتی که میذارید. خیلی خوشحالم که امروز افتخار این رو دارم که در خدمت دوستان هستم و اگر صلاح بدونی شروع کنیم. فایل رو نمیتونم دوستان اینجا شیر میکنم. شما شروع کنید. آره. خیلی خوب، پس از من یه لحظه فقط اون فایل رو که شما بفرمایید که از کجا دارن دوستان میبینن، من از همونجا شروع میکنم. هم فقط از تیتر اولش رو که بفرمایید. سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، مفاهیم غیر مستقیم، انواع مزیت‌ها و بله. من در واقع چند تا نکته رو به شما میخوام توضیح بدم. ما قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم با آقای نوریان یه صحبتی رو داشتیم مبنی بر این که شاید چیزهایی رو که ما بخوایم امروز خدمت شما توضیح بدیم، بحث این نیستش که شما بخواین روزی صندوق تأسیس کنین. البته اینو عرض کنم که من هنوز هم صندوق تأسیس کردم برام جزء یک کار خیلی جذابه و هنوز هم مثل صندوق اولی که تأسیس میکنم ازش هیجان دارم، ولی شاید میخوام به شما بگم من ترجیحاً وارد خیلی جزئیات نمیشم. اگر خیلی از شما یا بعضی از شما علاقه‌مند بودین یا دوست داشتین، حتما میتونم جداگانه برای شما وارد جزئیات بشم. من با این فرض پیش میرم که شما به عنوان یک فردی که قرار هست مشاور باشید. مشاور یعنی همون طبق صحبت‌های قبلی اون پزشکی که روبروی فرد میشینه و با تسلطی که داره اعتماد اون فرد رو جلب میکنه و جذب میکنه و میتونه توضیح بهش بده که کجا بره سرمایه گذاری کنه و چه چیزی رو براش مناسب تر هست. ما توی حالا دنیا، هم ایران هم کشورهای دیگه، دو نوع سرمایه گذاری داریم. یک سرمایه گذاری مستقیمه، یک سرمایه گذاری غیر مستقیم. یعنی که یا من خودم میرم سهم میخرم مستقیم تو کد بورسی خودم دارم یه سهمی رو انتخاب میکنم، سهم X Y Z، که یه اصطلاحی رو که دیدم اینه که انگار من پشت ماشین خودم دارم رانندگی میکنم. یه حالت دیگهش این هستش که نه، من فکر میکنم من وقت کافی رو ندارم یا تسلط ندارم یا تخصص ندارم و فکر میکنم این کار یه کار تخصصیه، یه کاری نیستش که هر کسی واردش بشه و این رو به نیابت از خودم میدم یه کسی دیگه انجام بده. صحبت امروز ما تو جلسه عمدتاً حول همین محور هست. صحبتی که شما فرمودین این که مثلا فرض کنیم به یه آدم بگیم این سهمو بخر، بعد بگیم خودمون اعتقاد نداشته باشیم، شاید به نوعی همون مدل اول هست و صحبت ما امروز بیشتر حول محور دوم هست، یعنی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم که آقای نوریان فرمودن تو صحبتاشون. سرمایه‌گذاری غیر مستقیم میشه دو تا حالت، یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدها. و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع باز خودشون دو تا حالت میتونه باشه، صندوق‌ها یا صدور و ابطالی هستن یا ETF. حالا من با این مدل یا با این در واقع ساختار بندی که عرض میکنم، حالا یه سری فایل هایی رو تو گروه گذاشتن و شما میبینید و در اختیارتون هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. یه چیزی که مطرح هستش و وجود داره اینه که هر کدوم از این صندوق های سرمایه گذاری چه سالهایی تأسیس شده، اصلا چی کار داره میکنه و غیره هستش. ما حدود 100 ساله که از تأسیس اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امریکا میگذره، یعنی 1924 اولین صندوق سرمایه‌گذاری در بوستون امریکا تأسیس شده و برای من خودم حس جالبی بود که می‌دیدم که ما تقریبا 100 سال از این صندوق‌ها میگذره و 40% مردم امریکا تقریبا سرمایه‌گذاریشون تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یعنی شما می‌بینید که این مفهوم کاملا مفهوم جا افتاده است. تو ایران این مفهوم رو از سال 86 داشتیم. سال
86 من حضور ذهنم دیاری کنه آقای طحانی هم من کمک کنم، به نظرم بانک کارآفرین بود و مجموعه کارآفرین که اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو راه انداخت و برای همه ماها جالب بود. مثلا من خودم که مالی خونده بودم فقط تو کتاب‌های درسی اینو دیده بودم. من سال 87 وارد تامین سرمایه نوین شدم و دقیقاً اینو تازه شنیده بودم. این یه سال بود که این صندوق‌ها اومده بود و تأسیس شده بود. دوستانی که تو این جمع هستن و متولد 80 هستن، آدم یه احساس، من هیچ وقت پیر نمیشم ولی احساس پیری آدم میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که پس با این قاعده، با این مدلی که به شما عرض میکنم، دنیا و ایران این استراکچری هستش که توش اتفاق افتاده و صندوق‌ها پیش رفتن. ما امروز یه چیزی حدود، اگر باز اشتباه نکنم، حدود 600,000 میلیارد تومان حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مونه. یعنی شما می‌بینید این صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از سال 86 تأسیس شده چقدر در طول این سالها بزرگ شده و در واقع گسترش پیدا کرده، ولی هنوز هم از لحاظ حجم کل به در واقع ارزش بورس و بورس ببینیم، من فکر می‌کنم آخرین دفعاتی که دیده بودم مثلا در حد 1-2% بیشتر نیست. یعنی هنوزم سرمایه‌گذاری مستقیم خیلی بیشتر داره انجام میشه و ما هنوزم باید خیلی فرهنگ سازی کنیم که آدم‌ها بیان لطفاً شما خودتون پشت کد بورسیتون نشینین و خرید بکنین. اون اصطلاحی که پشت فرمون شخصی نشستن بود رو این بار میتونم به شما بگم که انگار فرض کنین شما اومدین یه بلیت هواپیما گرفتین یا یه بلیت مثلا وسیله نقلیه عمومی رو گرفتین و میدونین که یک متخصصی، یک راننده متبهری پشت اون سیستم هست. شاید انتخاب مجموعه هایی هم که دارن سبد گردانی میکنن شبیه همینه ها. شما میتونین مثلا یه اتوبوس رو انتخاب کنین یا یه هواپیما رو انتخاب کنین، اینکه کدومشون میتونه بهتر باشه، یا حتی یک هواپیمای 2 سرنشینه رو انتخاب کنین. یعنی خیلی بخواین اختصاصی کارتون انجام شه. شاید به همین در واقع ظرافت ها هم هستش که کار داره تو بازار سرمایه انجام میشه. پس من میخوام این رو بهش یک سنس پیدا بکنی، یعنی این رو باهاش آشنا بشین که سرمایه گذاری مستقیم چیه، سرمایه گذاری غیر مستقیم چیه. باز یه چیزی که برای شما شاید مهم باشه و بدونین اینه که شما اصطلاح اوپن اند و کلوز اند رو بشنوید. ما صندوق هایی رو که دارین باهاشون کار میکنیم همه صندوق های اوپن اند هستن، یعنی صندوق های با سقف باز یا سرمایه باز. این معنیش این نیستش که این صندوق ها میتونن همینطوری صدور بزنن و سقفش محدودیتی نداره. معنیش اینه که ما مدیر صندوق میره با یک سقفی از سازمان بورس مجوز میگیره. هر مرحله این سقفه، مثلا فرض کنین سقف صندوق هست 10,000 میلیارد تومان، من هی مرتب صدور میزنم، ابطال میزنم تا برسم به اون 10,000 میلیارد. پر که شد دوباره میرم به سازمان بورس گزارش میدم، گزارش توجیهی میدم، میگم میخوام از این میزان برسم به این میزان. دوباره سازمان بورس اگر من تخلف نکرده باشم، مقررات رو رعایت کرده باشم، سقف رو باز میکنه و میرم مرحله های بعدی. پس این اوپن اند، یعنی من با یک سرمایه‌ای مجوز میگیرم ولی اون میزانی که مجوز میگیرم در لحظه پر نمیشه، به مرور زمان پر میشه، صدور و ابطالات تعیین کنندشه. ولی کلوز اند مصداق ملموسش برای شما میتونه این باشه که شاید دیگه میشه صندوق سرمایه گذاری نمیشه، به نوعی شرکت های سرمایه گذاری هستن. شرکت سرمایه گذاری با یک در واقع سرمایه مشخصی از ابتدا تعیین میشه، بعضا پیش سازمان بورس مجوزش رو دریافت میکنه، سرمایه‌اش رو عموم مردم نمیارن، یه سری سهامدار مشخص میارن و با یک رسالتی میاد سرمایه گذاری میکنه. پس این اصطلاحات رو باز میخوام آشنا باشین، چون شما هر چقدر به این اصطلاحات بیشتر مسلط باشین و هر چقدر اینها رو بیشتر بپذیرید و در وجودتون بره، وقتی روبروی سرمایه گذار میشینید و از شما سوال میکنه، شما همه اینا رو شنیدین، براتون آشناست، میتونین توضیح بدین و همینطوری ذره ذره اعتماد اون رو جلب میکنه و اون احساس میکنه که این آدم به عنوان مشاور مالی من همه اجزا رو مسلطه، همه اینها رو دیده و چرا که نه، من حتما میتونم بهش اعتماد بکنه. من یه کاری که همیشه تو فروش خودم به عنوان قلق خودم هستش اینه که خوبی‌ها و بدی‌های محصولم با هم میگم. یعنی بعضی از محصولای ما یه خط قرمزایی دارن، یه محدودیتایی دارن، شما بهتر خودتون اونا رو بگین، از این نترسین، نگران نباشین، چون اون آدمه بهتره
اینها رو از شما بشنوه تا وقتی شما از اتاق رفتین بیرون زنگ بزنه به یکی دیگه بگه آقا این صندوقه مثلا این خوبیاش بدیاش چیه. میدونی منظورم چیه؟ ما همه هنرمون، چون دفعه قبل آقای نوریان از این اصطلاح هنر به کار برد، همه این دانسته ها رو ما سعی میکنیم کپسولی به شما بگیم، ولی یه قسمتش میره اون هنر شماست که چه جوری میتونین اعتماد آدم‌ها رو جلب کنین. میدونی چون شما اعتمادش رو که جلب نکنین از شما شنیده ولی میره یکی دیگه میخره. میدونی اینا نکته های مهمیه که شما باید مد نظرتون باشه. حالا این صندوق ها چی شد که صندوق در واقع ETF شکل گرفت یا صندوق های ETF اصلا چرا توی دنیا تأسیس شد یا چرا توی ایران تأسیس شدن؟ ما در واقع اولین صندوق ETF توی دنیا 1987 در واقع تأسیس شد. یه اتفاقی افتاده بود، یه بحرانی که پیش اومده بود و این بحران باعث شده بود که یک دوشنبه سیاهی شکل بگیره و شاخص داو جونز 61% افت کرد و سرمایه گذارایی که در واقع صندوق خریده بودن، یعنی صندوق های صدور و ابطالی خریده بودن، مجبور بودن تا پایان وقت روز وایسن تا اون قیمت بازار در بیاد و امکان فروش داشته باشن و خب اینها یک زیان هنگفتی رو پذیرفتن و باعث شد فکر کنن که چقدر این محصول اشکال داره، چقدر این در واقع محدودیته که آدم‌ها باید صبر کنن تا پایان روز کاری تا NAV قیمتش گرفته بشه، امکان فروش باشه، فروششون با اون ساعت در واقع ثبت بشه و اینجا در واقع یک زیان 500 میلیارد دلاری تو اون روز در واقع تو بورس امریکا اتفاق افتاد و این باعث شد آدم‌ها فکر کنن که چقدر محاسبه لحظه‌ای NAV، حالا من اصطلاحاتو برای شما میگم، چقدر میتونه کمک کننده باشه. چرا باید آدم‌ها صبر کنن تا روز کاری تموم شه، تابلوی بورس بسته بشه، بعد در واقع امکان محاسبات داشته باشن و به خاطر همین شکل ETF در واقع طراحی شد. ETF ها در ایران هر 2 دقیقه یک بار NAV شون به روز میشه و شما امکان خرید و فروش رو در هر لحظه در واقع ساعت معاملاتی بازار سرمایه داری. پس اون نقص اومد برطرف بشه و اون مشکل اومد از بین بره. تو ایران 1392 اولین صندوق ETF شکل گرفت و خب بخوام به شما بگم که تجربه خیلی خاصی بود برای ماها، به خاطر اینکه ما همیشه دیده بودیم که مثلا سهم ها تو بورس معامله میشه. هنوزم شما خیلی وقتا جلوی یه نفر بشینی و بگین که این صندوقتون تو بورس معامله میشه، حس سهم داره، یعنی فکر میکنی که پس یعنی این ممکنه که مثلا ریسک خاصی داشته باشه. حالا من امروز برای شما توضیح میدم. مثلا بعضی از صندوق ها قاعده صندوق با درآمد ثابتن، یعنی خیلی معادل سازی میشه با سپرده بانکی ولی تو بورس لیست شده، یعنی در واقع معاملاتش همون قاعده 2 دقیقه یک بار رو داره و دقیقاً داره 2 دقیقه یک بار محاسباتش به روز میشه و در واقع شما میتونی براش محاسبات رو داشته باشی. حالا در واقع من بیام برای شما یک سری مزیت‌های هر کدوم از اینها رو هم توضیح بدم که هر کدوم از اینها میتونه چه مزیتی داشته باشه و این رو نمیره یعنی روی جزئیاتش نمیره. من جزئیاتش رو بچه‌ها میدیم بعدا. بله. من گذاشتم فقط معماری بس دست بچه‌ها باشه، ولی جزئی در واقع تعریفی که شما میکنید و بعدا در اختیار بچه‌ها میذارید. حتما، خیلی هم عالی. اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های ETF چه مزیت‌هایی میتونن داشته باشن؟ متشکرم از شما. ببین صندوق‌های سرمایه، پس این قاعده کلیه و فکر می‌کنم استراکچر کلی رو شما تا یه حدی دستتون اومد که صندوق‌های صدور و ابطالی و باز حالا وقتی ارکانو بگم بیشتر دستتون میاد، وقتی استراتژی‌ها رو بگم براتون روشن‌تر میشه. ولی با همین ساختاری که تا اینجا خدمت شما عرض کردم، حالا هر کدوم از اینها یه مزیت‌هایی دارن این صندوق‌های سرمایه‌گذاری. اولا که این صندوق‌ها دارن محاسبات NAV شون نت asset value یا ارزش خالص دارایی‌های هر واحدشون. بینشون من در واقع ناخودآگاه باید برای شما یه ذره اصطلاحات رو هنوزم به اون قسمتش نرسیدیم توضیح بدم که بتونم عرایزم رو کاملتر برسونم. یعنی همه ارزش دارایی‌ها رو جمع کنیم، منهای بدهی‌هاش کنیم،
تقسیم بر تعداد کل واحدهای موجودش بکنیم میشه NAV هر واحد. یعنی اون NAV هر واحد رو شما میتونید رو سایت صندوق ببینید که این صندوق امروز ارزش خالص دارایی هر واحدش یعنی قیمتش چقدر میاد، یعنی ارزش ذاتی اون صندوق چقدر. این تو صندوق های صدور و ابطالی که الان برای شما توضیح دادم ارزش اسمیش 1,000,000 ریاله، یعنی روز پذیره نویسی با 1,000,000 ریال شروع میشه، بعد هی مرتب با توجه به اینکه صندوق توش منابع جمع میشه و سرمایه گذاریشو میکنه این هر روز تغییر میکنه. رو سایت صندوق هم هست. صندوق های ETF در واقع با 1000 تومان شروع میشه و این 1000 تومنه باز مرتب هی تغییر میکنه. پس این قاعده هاش و اعدادش. حالا شما هر روز تو این صندوق ها یکی از مزیتاش اینه که هر روز قیمت ها حساب میشه، یعنی هر روز محاسبه انجام میشه. ما تو صندوق های صدور و ابطالی از نظر سازمان بورس تا ساعت 2 بعد از ظهر موظفیم، یعنی 2 بشه 2:01 دقیقه من دیگه نمیتونم محاسبه NAV داشته باشم و باید برم یه قاعده هایی رو طی کنم، برم از سازمان متولی اجازه بگیرم، سازمان بورس اجازه بگیرم و غیره. پس تو صندوق ها هر روز تو صندوق های صدور و ابطالی تا ساعت 2 من وقت دارم که NAV روز قبلم رو حساب کنم. NAV روز قبل، همون نکته هم که تو بحران دوشنبه سیاه اتفاق افتاد همین نکته هست، این محدودیتی که باید صبر کنه تازه روز کاری بعدی اینو حساب کنه. ولی تو صندوق های ETF هر 2 دقیقه یک بار این حساب میشه و مدیر صندوق موظف 2 دقیقه یک بار NAV رو در واقع به روزرسانی اعلام بکنه، اگه انجام نده تخلف. نکته بعدی که وجود داره سادگی معامله است. شما میبینید خیلی از این صندوق های سرمایه گذاری اگه صندوق صدور و ابطالیه یا اومده یک سایتی رو گذاشته، اپلیکیشنی رو گذاشته و در اختیار عموم میتونه معامله کنه. اگه صندوق ETF باز بعضی از مجموعه ها همون صندوق ها رو بردن رو ETF شون، یا شما از طریق درگاه های آنلاینی که دارین میتونین در واقع خرید و فروش ها رو انجام بدی. اگه شما ETF بخوان خرید کنی مهم نیست اصلا کدوم کارگزاری خرید میکنی، اون ETF وقتی اجرایی میشه فرض کنید من مدیرشم، من مجموعه کیان مدیر اون صندوق است، ولی شما ETF کیان رو، صندوق با درآمد ثابت کیان رو میتونید از هر کارگزاری خریدش رو داشته باشی. همینطور فروشش رو میتونید تو هر کارگزاری داشته باشی، به فرض اینکه اون تغییر ناظرش رو زده باشی. بعضی از اصطلاحات من رو ممکنه باز براتون ناآشنا باشه، یعنی ناظرش رو زده باشه یعنی تو اون کارگزاری اون دارایی شما تعریف شده باشه، در واقع میتونی فروشش رو انجام. پس این سهولت معامله و سهولت خرید و فروش باز از اون مزیتایی که شما دارید. یه بحث دیگهش نقد شوندگیه و اینکه اینها در واقع دارایی نقدن خیلی مهمه. مثلا در واقع یکی از دوستان قبل از جلسه صحبت میشد که برن بعضی از آدما تک سهم بخرن یا یه سهمی رو بخرن. شما وقتی میایید توی صندوق اصلا برای شما مهم نیست نماد اون سهم بسته است، نماد بازه، صف خریده، صف فروشه، اینا اصلا به سرمایه گذاری که صندوق خریده ارتباطی نداره. اون آدمه میاد درخواست خریدش یا درخواست فروشش رو میذاره. حتی اگر همه این عرایضی که من داشتم مبنی بر محدودیت ها، صف خرید، فروش، نمیدونم نماد بسته و غیره وجود داشته باشه، برای نقشه‌بندیش نکته‌ای وجود نداره. اگر بخواد اون درخواست فروشش رو بذاره، اگر تو صندوق صدور و ابطالی باشه و اون صندوق صدور و ابطالی از نوع سهم باشه، حالا من این استراتژی ها رو باز عرض میکنم جداگانه، اگه از نوع سهم باشه وقتی درخواست ابطالشو بذاره بین 3 تا 6 روز کاری بعد پولشو دریافت میکنه. تو صندوق هر خبری بخواد بیفته 3 تا 6 روز کاری بعد پولشو دریافت میکنه. اگر صندوق ETF باشه باز از نوعی که داره انتخاب میکنه سهم باشه، تی به اضافه 2 پولشو دریافت میکنه، یعنی 2 روز کاری بعد. اینی که به شما میگم اگه سهم باشه یعنی این ایف ها رو میذارم به خاطر اینکه هر کدوم از این ایف ها تعیین کننده است. اگه بشه صندوق ETF من صندوق با درآمد ثابت باشه این تی به اضافه 2 میشه تی به اضافه 1. طلا باشه باز میشه تی به اضافه 1. باز اونجا که به شما گفتم صدور و ابطالی باشه 3 تا 6 روز کاری بعد پولشو میگیره، گفتم اگه سهم باشه، باز اگه فیکس اینکام باشه 1 روز کاری بعد. بعضی صندوق های فیکس اینکام هستن که تعریف کردن تی 0 یعنی همون روز کاری پولشو میگیره. اینها رو شما به عنوان یک فردی که متخصص این موضوع هستی باید همه این جزئیات رو مسلط باشی. بعضیا خیلی رندش میکنن، میگن شما 2 روز کاری بعد پولتو میگیری، بعد مشتری میبینه 2 روز کاری بعد مثلا صندوق
در واقع صدور ابطالیه، از نوع سهم، 2 روز کاری بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ پولی هم به حساب. همینجاست که اعتماد آدم از بین میره، چون شما وارد این جزئیات نشدی، این جزئیات توضیح ندادی. یه موقع هست یه آدمایی میگن که این جزئیات خیلی مثلا ممکنه خسته کننده باشه، یا نه، به نظر من حداقل احساس خودم این هستش که همه این جزئیات هست که تعیین کننده است، همه این جزئیاتی که نشون میده که شما چقدر مسلط هستین و این موارد رو توضیح دادید. پس برمیگردم روی این که نقد شوندگی یکی از مزیت‌های این صندوق هست. و بحث آخری که از مزیت هاست هستش در واقع بحث معاف از مالیات بودن این صندوق هاست. طبق در واقع مصوبه مجلس، قانون توسعه ابزارها مصوبه سال 86، همه صندوق های سرمایه گذاری، سود صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات. و این رو ممکنه شما به خصوص اگر مقابل یک سرمایه گذار حقوقی بشینین، امروز البته به هر حال خیلی موضوع جا افتاده، ولی همچنان ممکنه شما روبروی یک حقوقی بشینی و به شما بگه آیا اگر من این سودی اینجا به دست آوردم معاف از مالیاته. مثلا فرض کنین کانسپت صندوقی که شما توضیح میدید صندوق طلا باشه. برای خیلی ها این نکته معافیت مالیاتی مهمه. شما دقیقاً میتونید سرچ کنید قانون توسعه ابزارهای مالی و در واقع کاملا هست، امضای آقای لاریجانی هم پایینشه و شما میبینید که تمام سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است. از این میتونه یه مزیت باشه. و صندوق‌های سرمایه‌گذاری یه سری کارمزد دارن و کارمزدها خیلی تعریف شده است. اینجا اصلا کسی وارد مذاکره با کسی نمیشه. کارمزدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حالا وارد اجزایش میشن، کارمزدهای تعریف شده هستش. اگر صندوق ETF باشه، باز کارمزدهاش میشه در حد کارمزدهایی که باید کارمزدهای بورس و فرابورس و کارمزدهای معاملاتی. باز مهمه اینجا صندوق ETF سهام، ETF در واقع غیر سهامی هستش، فیکس اینکام یا نه، که اینها کارمزدهاش تعریف شده است. باز بخوام برای شما بگم و همه اینها رو برای شما توی فایل ها میذاریم، اگر صندوق ETF سهام باشه اون کارمزدش در حد 0.30375 یعنی خیلی جزئی کارمزد کل خرید و فروش رو عرض کردن. اگر در واقع در مورد صندوق های ETF سهم باشه این عدد برمیگرده به 0.20234. یعنی میخوام به شما بگم خیلی کارمزدهای جزئی، ولی اینا قابل مذاکره نیست. اینا کارمزدایی که در واقع کارگزاری برای خرید و فروش ETF های سهم و فیکس اینکام و غیره گذاشته. بعضی از کارگزاری ها اومدن تخفیف دادن، گفتن آقا اگه از کارگزاری من خرید کنی شما کل کارمزد خرید و فروش رو نمیدی، و اون اومده خودش این هزینه رو متقبل شده به خاطر اون جذابیتی که ایفا میکنه. توی صندوق های صدور و ابطالی باز کارمزد از این جنس نیست، کارمزد معاملاتی نداره. شما کارمزدی رو که حس می‌کنی یه سری کارمزدهای ثابت خرید و فروشه و بعضی از صندوق‌ها وقتی برین تو امیدنامه تمپلیت ببینی کارمزد ثابت صدور داره، کارمزد ثابت ابطال داره. باز رو تمپلیت اصلی صندوق‌ها ببینی این کارمزد عمدتاً 2000 تومانه. 2000 تومانی که در واقع این رو میگیره مدیر. و باز به شما بگم این کارمزد جنسش و مدلش این نیستش که این 2000 تومانی که شما میدی بیاد تو صندوق یعنی بقیه منتفع بشن. نه، این 2000 تومان مال مدیر ثبته. وقتی رسیدن به ارکان عرض میکنن. و خیلی از صندوق‌ها، ما تقریبا در همه صندوق‌های کیان 2000 تومان رو حذف کردیم. 2000 تومان ثابت شما میدیم واسه صدور، 2000 تومان ثابت میدیم واسه ابطال و اینا حذف شده به خاطر جذابیتش، به خاطر تسهیلی که می‌خوایم انجام بدیم. پس میخوام بازم ساختار ذهنیتون بره. اگه صندوق ETF شد کارمزدش میشه از جنس کارمزدهای معاملاتی که عرض کردم. اگه صدور و ابطالی شد میشه از این جنس 2000 تومانا که عرض کردم. ولی شما هر کدومشو لازمه اون صندوقی که خودتون میخواین توضیح بدین و برین ببینین امیدنامش چیه. ولی باز اگه یه سرمایه‌گذاری از شما سوال کرد، باز شما صورتتون یه طوری نباشه که نمیدونم این چیه. این قاعده کلیه رو در واقع در جریانش باشین و در واقع مسلط باشین روش. من در مورد این که چون این فایل اینجا هستش و مزیت هاش رو من فکر میکنم این تیکه ها رو آی نوریان من بهش توضیحاتی رو دادم. من میرم روی در واقع مزیت های سرمایه گذاری در صندوق ها نسبت این بخش اصطلاحات هم اگر اینجا بگم اصطلاحات رو بگید بعد راجع به صندوق. بله حتما من اصطلاحات رو میرم. این مبارک میزم صفحه اصطلاحات رو بزنید. اصطلاحات رو من حتما توضیح میدم.
بعدی